سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو از چنل گیم فن. دوستان یه عرب اینجاست که اومده بود به ایران، فوش شده بود، نوشته بود خلیج عرب. منم بهش ریکوست دادم، درخواست دادم و قبول کرد. اومد یه دوئل انداختیم و آخر مچم قطع کردم، ولی تکرار کرد خلیج فارس. اینجا ببینیم، اولی زدمش، اینجا خودکشی کرد و اینجا هم میزنمش بچه، اینجا هم میزنمش. نامرد فارم میندازه. اینجا هم یه هیپ خوشگل و این بتل پس هم جدید خریدم و اسنایپ مربعی با 117 و اسکین کمیاب کالاف که دختره. و اینجا اومدم یه دونه شات هوایی بزنم، نشد ولی میزنم دوستان. تو ویدیو کلی از داریم، حتی یه شات هوایی هیپ فایر هم داریم. کلا این ویدیو شات نمایشی خوبی داره. بریم حالا با هم ببینیم. این نبود ولی داشت میشد. اینجا با هم درگیریم. اینجا فکر کنم منو میزنه رو فکر کنم. آره منو زد و اسمش هم تو ویدیو بهتون نشون میدم که اینجا هم بالا سمت راست دیدیم که اضافه شد و داره بازی تماشا میکنه و اسمش هم تو داخل بازی بهتون نشون میدم که عربیه، یعنی از عربه. کلمه الله رو به کار برد و اینجور چیزا. اینجا پنجه کیم. اینجا منم اسپان ترپش کنم، نشد دوستان و فکر کنم این یکی رو بزنه منو. دمیج، منم دمیجم و زد داره. اینجا موندم چرا با بمب نمورد، چون من وقتی میبینم از خودم بمب میندازم. یه پرکه دیگه. اینجا هم میزنمش، اینجا میزنمش، آره اینجا میزنمش. دمیج، شات هوایی. نه مردم. پس یه جا دیگه بود، چون دقیقا همینطوری زده بودمش و فکر کن با این پینگ مثلا پینگشون 40 دیگه عربا، با این پینگ ازش بردم و آخر سرم تو ویدیو مشخص نیست ولی گفتش خلیج فارس. و اگرم حالا بیشتر از این ویدیو بیشتر میذارم که مثلا با عربا ویدیو بگیرم. یه ویدیو هم در راه هست بعد این، حالا امروز نه ولی خب در راهه که خودتون بعدا متوجه میشین. میخوام سورپرایز شین که با این مهمون هستش، کسی که دنبالم میکنه دوستان. من یه چنل دیگه دارم نزدیک 300 تا، بیشتر از 300 تا دنبال کننده داره. 300 تا هم بازدید میخوره. یکی از همون دنبال کننده هستش که با هم دوستیم و حالا ویدیوش میاد. اینجا هم ببینیم الان 8 ازش شدم. اینجا هم میبینید پیامم روشنه، همون کسی که مهمونه داشتیم با هم حرف میزدیم که من رفتم یه نفر فوش شد و رفتم زود بزنمش. اینجا فکر کنم یه شات هوایی بخوره. نه خوب، عجب یادم نیستش کجا. آها اینجا. آره درست گفتم. اینجا هم اسپان ترپ میشه. دمیج، نه اینجا میزنمش. و من اینجا فقط میخواستم چیز بزنم، بیشتر قصد میخواه که شاد نمایشی بشه. حالا شاد نمایشی بارم از روی هوا هستش، میبینی اینجا هم یه شاد نمایشی خوشگل و 11-4 جلو هم ازش. بازی هم 20 بیشتر روی شاد نمایشی ها من تمرکز کردم. اینجا یه شاد نمایشی نخورد. ما نگاه کن، من از دیوار گذشته بودم ولی چون پینگش خوب بود برای این من از دیوار نگذشته بودم. وضعیت
پینگم الان 70 روی 70-80 میچرخه، در صورتی که پینگ اون روی 30-40 میچرخه. الان پینگم اوکی شد یه ذره، ولی باز میره بالا، چند دقیقه بعد میره بالا. 12:05 اینجا هم شات نمایشی میخوره. بله اینجا هم میرم اسپان ترپ بشه، ولی خب نشد دوستان. صدا پاش رو از اینجا گرفتم و زدمش. این خواهند زدش. آره دیگه اینجا میزنم. بله اینجا اومدم من اسپان ترپ هم تمرکزم روی اسپان ترپ هم هست همیشه تو همه بازی ها که یارو اسپان ترپ بشه، ولی خب این دست یه بار فکر کنم شد. آره یه بار شد که دقیقا همینجا بود. اینجا هم فکر کنم هیپ فایر بخوره. 14-6 جلو هم دیگه نبینم این کارا رو جلوی ما ایرانی ها بکنیم. ما خلیج فارس برای همیشه. اینجا هم الان هیپ فایر 360 خب دیگه اصلا خورد شد. اینجا هم میخوام بهش شما یه دونه هیپ فایر بزنم اگر بشه. اینجا دوباره اون مهمون آنلاین شد، خودتون دارین اسمشو مشاهده میکنین دیگه. نمیخوام بزنم بیارم شاید کسی کنارتون باشه و گیر بده به اینجور ویدیو. ببینید این هیپ فایر لامصب چرا نمیخوره؟ جدی چرا هیپ فایر نمیخوره؟ دمیج شد حالا اونم که میخواست بخوره، ولی اینجا هیپ فایر میخوره دوستان. اینجا هیپ فایر میخوره مطمئنه. یا در کل میزنمش، حالا هر جور باشه میزنمش من اینجا رو. هیپ فایر بنازم. اینم به عشق شما. 16-7 آقا دیگه نبینم پر رو بازی در بیاریم تو کالاف من. عرب های نوب حتی منم یه فرصت دادم عرب نوب نوشته بودم و این داداشمون جوابم داد و نوشته بود خلیج عرب که من عصبانی شدم. اگرم دوست داشتین با هم چیز بریم، با هم دوئل بریم، حتما اسمتون رو اسم اکانت کالافتون رو توی چت بنویسین تا بهتون اد میدم دیگه. اوکی حالا چت هم نخواهیم بگیم، کامنت کنید که اینجا هم یک فایر خوشگله دیگه. یکی دیگه مونده آقا که لف میده. بله اسمش هم دیدین که جبار الله و عربی هم با هم حرف زد. اینم بگم جبار الله دیدین اسم کنن داشت. اینجا هم شات نمایشی خوشیه. اولی شات نمایشی بیشتر دوست داشتم. آقا مرسی تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. لایک کامنت دنبال فراموش نشه. چند ساعت دیگه و چند روز دیگه که این ویدیو آپلود بشه واسه تون میخوام اون ویدیو با مهمون ویژه رو واسه تون بذارم. تا این ویدیو دیگر گود بای.